باورم نمیشد که تمام این افراد از اون اطلاع داشتن. اونا بزرگترین چهره‌های تاریخ بشری بودن. افلاطون، شکسپیر، نیوتن، هوگو، بتهوون، لینکلن، امرسون، ادیسون، اینشتین. چرا هیچ کس از این راز چیزی نمیدونه؟ تنها کاری که من میخواستم بکنم در میون گذاشتن این راز با مردم جهان بود. پس به دنبال کسانی گشتم که زنده بودن و این راز رو میدونستند و یکی پس از دیگری پدیدار شدن. در واقع این راز هر چیزی رو که آرزو دارید بهتون میده. شادی، سلامت و ثروت. شما میتونید هر چی که میخواین باشین یا انجام بدین یا داشته باشین. میتونیم هر چیزی رو که انتخاب میکنیم داشته باشیم. مهم نیست که اون چقدر بزرگ باشه. تو چه جور خونه‌ای دوست دارید زندگی کنید؟ دوست دارید میلیونر باشید؟ چه شغلی دوست دارید داشته باشید؟ به دنبال موفقیت بیشتری. چه چیزی رو واقعا میخواهید؟ من شاهد رخ دادن معجزات زیادی در زندگی مردم بودم. معجزات اقتصادی، معجزات درمان جسمانی، بهبود روانی و بهبود روابط اجتماعی. دلیل رخ دادن تمام اینها دانستن روش بکارگیری این رازه. این راز بزرگ زندگی است. این راز جواب تمام چیزهایی است که تاکنون بوده، تمام چیزهایی که هست و تمام آن چیزی که روزی خواهد بود. رالف والدو امرسون، شاعر آمریکایی، 1803 1882. احتمالاً توی این مدت از خودتون پرسیدید که این راز چیه؟ من بهتون خواهم گفت که چگونه خودم این موضوع را درک کردم. ما همه با یک نیروی بی‌پایان کار می‌کنیم. همه ما با قوانین کاملا یکسانی زندگی خود را رهبری می‌کنیم. قوانین طبیعی کائنات به اندازه‌ای دقیق هستند که ما حتی کوچکترین مشکلی در ساخت سفینه‌های فضایی نداریم. ما میتونیم انسانها را به ماه بفرستیم و میتونیم زمان فرود را با دقت کسری از ثانیه معین کنیم. مهم نیست که شما در هندوستان باشید یا در استرالیا، نیوزلند، استکهلم، لندن، تورنتو، مونترال و یا نیویورک. همه ما با یک نیرو کار میکنیم. یک قانون. اون جاذبه است. اون راز قانون جاذبه است. تمام چیزهایی که وارد زندگی شما میشه خودتون جذب میکنید و اینها به وسیله واقعیت ذاتی تصاویری که شما در ذهنتون دارید به سمت شما جذب میشن. این چیزیه که بهش فکر میکنید. در واقع تمام اون چیزی که در ذهن شما میگذره رو شما به سوی خودتون جذب میکنید. اینو میتونید در بین بابلیان باستان مشاهده کنید. فکر میکنید که چرا 1% ممتاز از جامعه حدود 96% پولی رو که به دست میاد در اختیار داره. فکر میکنید این یک اتفاقه؟ نه، این اتفاقی نیست. این به این صورت طراحی شده. اونها چیزی رو درک میکنن. اونها این راز رو میفهمن و حالا شما با این راز آشنا خواهید شد. ساده ترین تصوری که من میتونم از قانون جاذبه داشته باشم اینه که خودمو در قالب یک آهنربا ببینم و میدونم چیزای دیگر رو با نیروی مغناطیس جذب میکنم. اگه ساده تر بگیم قانون جاذبه میگه دو چیز مشابه همدیگر رو جذب میکنن، ولی در واقع ما در سطح افکار حرف میزنیم. نقش ما به عنوان یک انسان پایبندی به افکارمون در مورد چیزایی که میخوایم و باید کاملا در ذهنمون روشن کنیم که چه چیزی میخوایم و از اینجاست که ما شروع به احضار یکی از بزرگترین قوانین کائنات خواهیم کرد و اون قانون جاذبه است. شما چیزی که بیشتر بهش فکر میکنید جذب میکنید. اگر شما چیزی رو در اینجا ببینید به زودی اونو در مشت خواهید داشت. و این اصل میشه به طور خلاصه تو 3 عبارت ساده گفت. افکار تبدیل میشن به اجسام. چیزی که بیشتر مردم اطلاع ندارن اینه که یه فکر فرکانس خاصی داره. هر فکری یه فرکانس داره. ما میتونیم یه فکر رو اندازه بگیریم. به همین خاطر اگه شما فکر رو بارها و بارها تو ذهنتون بیارید، مثل خریدن یه ماشین مدل جدید، به دست آوردن پولی که نیاز دارین، تأسیس یه شرکت، پیدا کردن نیمه گم شده‌تون، اون وقت اون فرکانس رو دارید به طور پیوسته منتشر میکنید. افکار در حال فرستادن سیگنال‌های مغناطیسی هستند که همسالشون رو به سوی شما جذب میکنن. خودتون رو ببینید که در وفور نعمت زندگی میکنید. اون وقته که جذبش میکنید. همیشه همینطوره. هر دفعه جواب میده برای هر کس. ولی مشکل اینجاست. بیشتر مردم به این فکر میکنن که چه چیزایی رو نمیخوان و تعجب میکنن که چرا براشون رخ میده، اونم بارها و بارها و بارها.
قانون جاذبه هیچ اهمیتی نمیده که شما چه چیزی رو خوب و چه چیزی رو بد به شمار میارید، یا اینکه شما اون چیزو میخواین یا اینکه نمیخواین. اون به افکار شما جواب میده. پس اگه شما یه جا نشستید و به کوهی از بدهکاری‌ها نگاه میکنید و احساس بسیار بدی دارید، این همون سیگنالیه که دارید به کائنات عرضه میکنید. من احساس خیلی بدی دارم به خاطر این همه قرض و قوره. شما دارید اینو به خودتون اثبات میکنید، اینو در تمام سطوح وجودتون حس میکنید و این چیزیه که بیشتر به دست خواهید آورد. پس هنگامی که شما به چیزی نگاه میکنید که میخواین و بهش جواب مثبت میدین، شما دارین یه فکر رو فعال میکنین و قانون جاذبه هم به اون فکر پاسخ میده و چیزایی رو برای شما میاره که همانند اون هستن. ولی وقتی که به چیزی نگاه میکنید که اونو نمیخواین و در وجودتون فریاد مخالفت میزنین، در واقع شما اونو عقب نمیرونین. در عوض شما دقیقاً فکر همون چیزی رو که نمیخواین فعال میکنین و حالا قانون جاذبه چیزایی از همین قبیل و سر راه شما قرار میده. کائنات بر پایه جاذبه ساخته شده. همه چیز به جاذبه ختم میشه. قانون جاذبه همیشه در حال فعالیته. چه شما اونو بفهمید و باور کنید و چه نفهمید، اون همیشه در عمله. ممکنه شما به گذشتتون فکر کنید یا به حال یا به آینده، ولی چه شما به خاطر بیارید، چه ببینید و چه تصور کنید، به هر حال با این کارتون دارید افکار رو فعال میکنید و قانون جاذبه که قدرتمندترین قانون کائناته به فکر شما پاسخ خواهد داد. عالم خلقت همواره در حال عملی. هر بار که یه شخصی فکری داره و یا یه مدت طولانی یه جور فکر میکنه، اون شخص در روند خلقت قرار داره و چیزی از دل اون افکار آشکار خواهد شد. قانون جاذبه میگه ما هر چیزی رو که شما بگید و روش متمرکز بشید بهتون میدیم. پس اگه شما در حال شکایت از بد بودن و چیزی هستید، چیزی که شما خلق میکنید مقدار بیشتری از اون احساس بده. هی اینو که نمیشی خورده. ببین چی کار کردی، گند زدی به لباسم. من یه شاگرد داشتم به اسم رابرت خیلی افسرده بود و توی دوره آموزشی اینترنتی من شرکت کرده بود که ارتباط با من از طریق ایمیل هم بخشی از اون بود. اون تمام واقعیات تلخ زندگیشو برای من بازگو کرد. تو محل کارش همه برای آزار اون دست به یکی کرده بودن. به خاطر رفتار بدی که باهاش داشتن همیشه زیر فشار بود. خودش میگفت وقتی تو خیابون راه میره سر هر چهار را با افراد مزاحمی روبرو میشه که میخواستن به طریقی آزارش بدن. اون همیشه میخواست که مجری یه برنامه کمدی باشه و وقتی که به روی صحنه میرفت تا یه برنامه کمدی اجرا کنه همه تحقیرش میکردن. من سعی کردم که بهش یاد بدم اون داره روی چیزی تمرکز میکنه که نمیخواد رخ بده. من ازش خواستم یه نگاهی به نامه‌هایی که واسه من فرستاده بندازه و بهش گفتم یه بار دیگه بخونش، ببین چقدر چیزا هست که تو نمیخوای و من مطمئنم که تو در این مورد خیلی احساساتی میشی. وقتی که روی چیزی با احساسات شدید متمرکز میشید باعث میشه که اون چیز سریعتر از این رخ بده. و از اونجا بود که اون شروع کرد به جدی گرفتن این موضوع، یعنی تمرکز به چیزی که میخواد. چیزی که در حدود 6 تا 8 هفته بعد اتفاق افتاد بدون شک یک معجزه بود. اون میگفت که تمام افرادی که توی محل کارش آزارش میدادن یا به بخش دیگه منتقل شدن یا از کار برای شرکت استعفا دادن یا اینکه کاملا دست از سرش برداشتن و حالا دیگه از شغلش خوشش میومد. اون متوجه شد که وقتی داشت تو خیابون قدم میزد دیگه هیچ کس جلوی راهشون نمیگرفت و اذیتش نمیکرد و دیگه هیچ کس بهش بی احترامی نمیکرد. تمام زندگیش متحول شد برای اینکه اون تمرکز فکریشو از چیزایی که نمیخواست، چیزایی که ازش میترسید، چیزایی که ازشون دوری میکرد گرفت و به چیزایی داد که واقعا میخواست. خب پس ما میتونیم در دیدگاهمون و گرایشاتمون مثبت باشیم و گرایش پیدا کنیم به جذب افراد مثبت و شرایط مثبت. وقتی که ما در گرایشاتمون منفی باشیم یا عصبانی باشیم، در این صورت گرایش به جذب افراد عصبانی منفی و شرایط عصبانی و منفی خواهیم داشت. پس اون چیزی که شما به سوی خودتون جذب میکنید افکار برجسته و غالبی هستن که شما در ذهنتون دارید، چه این افکار آگاهانه باشه و چه ناخودآگاه. قانونش همین. اگر خوب دقت کنید وقتی بحث به موضوع این راز و قدرت ذهن ما و قدرت نیات ما در زندگی روزمره‌مون میرسه، همه چیز در دیدمونه. تنها باید چشمانمون خوب باز کنیم و نگاه کنیم. میتونید مصداق قانون جاذبه رو در اجتماعیتون به خوبی ببینید. وقتی که میبینید کسی که بیشتر از بیماری حرف میزنه خودش بیماره. وقتی که میبینید کسی که بیشتر از ثروت حرف میزنه ثروتمنده. قانون جاذبه همه جا در پیرامون شما حضور داره، فقط باید اونو بشناسید. در واقع تمام اون چیزهایی رو که شما تجربه میکنید به خاطر وجود این قانون جاذبه قدرتمند تجربه میکنید. ببینید من نمیخوام همینطوری یه چیزی بگم در مورد تفکر امیدوارانه یا دیوانگی خیالی.
من میخوام براتون از یه مفهوم اساسی تر و عمیق‌تر صحبت کنم. فیزیک کوانتوم واقعا داره کم کم به این یافته میرسه که میگه شما نمیتونید جهانی رو داشته باشید بدون اینکه ذهن رو با اون تلفیق کنید و اینکه در واقع این ذهنه که داره هر چیزی رو ما میبینیم به شکل میده. حالا اگر شما اینو درک نمی کنید به این معنی نیست که حتما باید ردش کنید. بعضی ها الکتریسیته رو هم کاملا درک نمی کنن یا اینکه اصلا نمیدونن الکتریسیته چی هست، ولی با این حال از دستاوردش استفاده میکنن. آیا شما میدونید طرز کارش چطوره؟ من که نمیدونم، ولی اینو میدونم که شما میتونید غذای یه نفر رو با الکتریسیته بپزید و میتونید خود فردم بپزید. بیشتر مواقع وقتی که مردم این راز بزرگ رو درک میکنن به خاطر افکار منفی که دارن، وحشت وجودشون رو فرا میگیره. دو چیز هست که باید ازش مطلع باشن. اول، امروزه به صورت علمی ثابت شده که یه فکر مثبت صدها بار قوی تر از یه فکر منفیه، پس همین تا حدودی میتونه اون نگرانی رو برطرف کنه. شما در دنیایی زندگی میکنین که یک فاصله زمانی بر اون حکم فرماست و این واقعا به نفع شماست. شما واقعا نمیخواین که در محیطی باشین که افکار شما فوراً پدیدار بشن. رخدادها به زمان نیاز دارن و این واقعا چیز خوبیه. خب پس باید سعی کنید که از افکارتون آگاهی داشته باشید. باید افکارتون رو به دقت انتخاب کنید و باید از این کار لذت ببرید، برای اینکه شما شاهکار زندگی خودتون هستید. شما در واقع میکلانج زندگی خودتون هستید. مجسمه که شما دارید میسازید خودتون هستید و این کارو با افکارتون انجام میدید. رهبران و رؤسایی که در گذشته این راز رو میدونستن میخواستن که قدرت رو حفظ کنن و اونو تقسیم نکنن. به همین خاطر مردم رو بی اطلاع از این راز نگه میداشتن. مردم سر کارشون میرفتن، کارشون رو انجام میدادن، به خونه برمیگشتن. اونا روی یک غلطک قرار داشتن بدون هیچ قدرتی برای اینکه این راز بین تعداد کمی حفظ شده بود. ما در جهانی زندگی میکنیم که پر از قانون هست، مانند قانون گرانش زمین. اگه شما از این ساختمون بلند بیافتید پایین، مهم نیست که آدم خوبی هستین یا آدم بدی، حتما میخورین زمین. تمام چیزایی که الان در زندگیتون شما رو در بر گرفته، حتی چیزایی که شما از وجودشون شکایت دارید و خودتون جذب کردید. خب البته خودم میدونم که در اولین برخورد این چیزیه که شما دوست ندارید بشنوید. شما فوراً خواهید گفت من اون تصادف اتومبیل رو جذب نکردم، من این مشتری خاص رو جذب نکردم، من هرگز این بدهکاری رو جذب نکردم. تمام اون چیزایی رو که ازشون شکایت دارید خواهید گفت که شما جذب نکردید و من اینجا میخوام یکم در مقابلتون بایستم و بگم چرا شما اونا رو جذب کردید. و این یکی از سخت‌ترین فرضیه هاست که باید باور کنیم، ولی وقتی که اونو پذیرفتید زندگیتون رو تغییر میده. این قسمت عمده‌ای از همون راز بزرگیه که گفتم. و بیشترمون ندانسته جذب میکنیم. ما فکر میکنیم هیچ کنترلی رو این جریان نداریم. افکار ما خود محور عمل میکنن، همینطور احساساتمون، و در نتیجه همه چیز ناخواسته سر راه ما قرار میگیره. حالا که برای اولین بار این چیزا رو میشنوید ممکنه احساس کنید که خب حالا از این به بعد باید مراقب افکارم باشم. این حتما کار خیلی سختی خواهد بود. خب اول کار اینطور به نظر خواهد اومد، ولی جذابیت موضوع از همینجا شروع میشه. ما نمیخوایم شما رو تشویق به کنترل و نظارت بر افکارتون بکنیم. یه همچین کاری آدمو دیوونه میکنه. افکار بسیار متعددی هستن که به سمت شما میان، اونم از منابع متعدد و متفاوتی در مورد موضوعات متعدد و متفاوت. اینجاست که سیستم راهنمایی حسی شما وارد عمل میشه. احساسات شما سیستم راهنمایی احساسی شماست که به شما کمک میکنه تا بفهمید به چه چیزی فکر میکنید. افکار شما احساساتتون رو پدید میارن. احساسات نعمت بزرگیه که به ما داده شده که باعث میشه بفهمیم که چه چیزی رو جذب میکنیم. از دیدگاه ما تنها دو احساس وجود داره. یکی احساس خوبه و دیگری احساس بده. شما روی اونا اسمای بسیار متفاوتی میذارین، ولی اساساً تمام اون احساسات منفی، چه اسمشو بذارید احساس گناه، چه عصبانیت، چه ناامیدی، همه یک احساس یکسان براتون دارن. احساس خوبی نمی‌کنید و تمام اونا مثل یک راهنما میمونن که میگن اون چیزی که الان دارید بهش فکر میکنید با اون چیزی که واقعاً میخواید همجهت نیست. در یک گفتار دیگه بهش میگن فرکانس بد یا ارتعاشات بد یا هر چیزی که میخواین اسمشو بذاری. اونی که احساس خوبی رو داره، مثل حس امید یا خوشحالی یا عشق، اون احساس خوب، اون حس مثبت، راهنماییه که میگه اون چیزی که الان دارید بهش فکر میکنید در جهت همون چیزی قرار داره که شما واقعا میخواین.
خب پس به همین آسونیه. الان دارم چه چیزی رو جذب میکنم؟ احساس خوبی دارم. خیلی خب، پس همین احساس رو داشته باش. احساسات ما یه مکانیسم ارزیابی برای ما درباره این که داریم راه درست رو میریم یا نه، که روشمون درسته یا غلط. هرچه احساس بهتری داشته باشید جهتگیریتون بهتره. هرچه احساس بدتری داشته باشید جهتتون اشتباه تره. وقتی که دارید در بین تجربیات متفاوت روزانه‌تون حرکت میکنید، کاری که شما انجام میدید اینه که افکاری رو پدید میارید که اونا در واقع تجربیات آینده‌تون رو برنامه ریزی میکنن. و از روی احساسی که دارید میتونید بگید که آیا اون چیزایی که دارید به سمتشون حرکت میکنید وقتی به دستشون میارید خوشحالتون میکنه یا نه؟ هر اون چیزی که شما دارید احساس میکنید بازتاب کاملی از چیزی که در روند پدید آمدنه. و دقیقاً اون چیزی که احساس میکنید براتون اتفاق میفته و نه دقیقاً چیزی که بهش فکر میکنید. به همین خاطره که اگه کسی صبح با اخم و ناراحتی بیدار بشه همینطور هم بد میاره. اون وقت تمام روز همونطور پیش میره. حتی فکرش هم نمی کنن که یه تغییر ساده در احساساتشون میتونه تمام روز رو تغییر بده. اگه با خوشی یه روز خوب رو شروع کنید و شما توی یه احساس خوب و پایدار باشید، تا وقتی که اجازه ندادید چیزی حالتون رو تغییر بده، طبق قانون جاذبه موقعیت‌هایی رو و مردمی رو جذب میکنید که اون حس خوب و تداوم میبخشن. روزهای خوب، روزهای بد، پولدارها پولدارتر میشن، فقیرها فقیرتر. اینا همش به خاطر چیزاییه که این افراد غالباً و مستمراً احساس میکنن. همین الان میتونید شروع کنید به احساس سلامتی، میتونید شروع کنید احساس ثروت رو، میتونید شروع کنید عشقی رو که شما رو در بر گرفته احساس کنید، حتی اگه وجود نداره. و اتفاقی که میفته اینه که جهان هستی به ترانه وجود شما پاسخ خواهد داد. کائنات به طبیعت اون احساس درونی پاسخ خواهد داد و آشکار خواهد شد، به این دلیل که شما اینطور احساس میکنید. چیزی که شما با فکر و احساستون روش تمرکز میکنید همون چیزی که شما دارید به زندگیتون جذب میکنید. میخواد چیزی باشه که شما میخواید یا نه؟ چیزی که فکر میکنید و چیزی که احساس میکنید و چیزی که پدیدار میشه همیشه یکسان هستن، تمام دفعات بدون استثنا. قبول کردنش سخته، ولی وقتی بتونیم خودمون رو در برابر اون آزاد بذاریم پیامدش فوق‌العاده است. به این معنی که هر چیزی که افکار در زندگی شما انجام داده رو میشه بازگردوند به وسیله تغییری در آگاهی شما. شما جهان خود را میسازید همینطور که در آن پیش میروید. وینستون چرچیل. خیلی مهمه که شما احساس خوبی داشته باشید، زیرا این احساس خوبه که به عنوان یه سیگنال به تمام جهان فرستاده میشه و شروع به جذب همانندیای خودش به سمت شما میشه. پس شما هرچه احساس بهتری داشته باشید، بیشتر میتونید چیزایی رو جذب کنید که به شما حس خوبی میدن و میتونن همچنان شما رو بالاتر و بالاتر ببرن. وقتی که احساس شکست میکنید هیچ میدونید که خیلی ساده میتونید تغییرش بدید. کافیه یه موسیقی زیبا گوش بدید، آواز بخونید، این کار حستون رو تغییر میده. یا به یه چیز زیبا فکر کنید، به یه نوزاد فکر کنید، یکی که دوستش دارید و روش توقف کنید. اون فکر رو واقعا تو ذهنتون نگه دارید و هر چیز دیگه ای رو بریزید بیرون. برای مثال این اصل حیوان دستاموزتون هم در بر میگیره که من فکر میکنم فوق‌العاده است، چون شما رو توی حالت احساسی بی‌نظیر قرار میده. وقتی نسبت به حیوانتون احساس عشق میکنید، این احساس عشق خیلی بزرگه که میتونه خوشبختی رو به زندگی شما بیاره. و واقعا چه نعمتی. و هنگامی که شما به این راه و روش عادت کنید، وقتی شروع کنید به راهنمایی افکارتون بر اساس احساسی که اونا براتون پدید میارن و هنگامی که شروع کنید به توجه به رابطه‌ای که بین احساسات شما و افکار شما و چیزی که براتون اتفاق میفته، زودتر از اونی که فکر میکنید خواهید دید که شما خالق زندگی خودتون هستید و کسایی که شما رو از دور میبینن از دیدن زندگی کامل و بی‌نظیر شما در تعجب میمونن. از موقعی که من این رازو فرا گرفتم و اونو در زندگیم به کار بستم، زندگی من واقعا جادویی شده. فکر میکنم این همون زندگی که همه آرزوشو دارن و زندگی من همواره همینطوره. زندگی میتونه کاملا رویایی باشه و اینطور هم خواهد بود اگر شما از این راز استفاده کنید. خیلی از مردم میپرسن که نقش اونا در این روند خلقت چیه و نقش جهان هستی در اون چیه. خب بیایم برای یه لحظه به این نگاه کنیم.
بیایید از داستان علایالدین و چراغ جادو برای این کار استفاده کنیم. حتما شنیدید. میدونیم که علایالدین چراغ جادو رو پیدا میکنه و گرد و غبارش رو میگیره و ناگهان غول چراغ میاد. غول چراغ همیشه فقط یک چیز رو تکرار میکنه. فرمان بردارم سرورم. میدونید که الان ما فکر میکنیم اون 3 آرزو داشته، ولی اگه شما رد پای داستان رو تا مبدأش دنبال کنید میبینید که به هیچ وجه اینطور نیست. محدودیتی وجود نداشته. حالا بیایید این داستان رو بگیریم و گسترش بدیم و در زندگی شما به کار ببریم. به یاد بیارید که علایالدین کسیه که همیشه به دنبال خواسته هاشه و در اینجا جهان هستی رو داریم که در قالب غول چراغ ظاهر شده و در آداب و رسوم مختلف عناوین مختلفی هم براش گذاشت، مثل فرشته نگهبان، من برتر. در واقع هر اسمی میشه روش گذاشت. شما هر چیزی که به نظرتون بهتره صداش کنید، ولی تمام مکاتب به ما گفتن که یه چیزی بزرگتر از ما وجود داره و غول چراغ همیشه یک حرفو میزنه. فرمان بردارم سرورم. خب پس بهتره که اینجا بگیم روند خلقتی فرایند 3 مرحله‌ایه. قدم اول اینه که شما باید اون چیزی رو که میخواید طلب کنید. برای این طلب کردن و خواستن نیازی به کلمات ندارید. در واقع جهان هستی اصلا به کلمات شما گوش نمیده. کائنات کاملا به افکار شما پاسخ میده. واقعا چه چیزی رو میخواید؟ بشینید و اونو روی یک ورق کاغذ بنویسید. اونو با یک جمله مضارع بنویسید. شاید بد نباشه اینطور شروع کنید: من خیلی خوشحالم و شکرگزارم حالا که... و بعد توضیح بدید که دوست دارید زندگیتون چه شکلی باشه. و این خیلی هم جالبه. مثل این میمونه که دنیا یه کاتالوگ باشه در دست شما و شما همینطور که اونو ورق میزنید میگید خب من دوست دارم این تجربه رو داشته باشم و دوست دارم این محصول رو خریداری کنم و میخوام یه همچین فردی رو ملاقات کنم و انگار که شما دارید به جهان سفارش میدید. واقعا به همین سادگیه. قدم دوم جواب دادنه. جوابی به اون درخواستی که شما دارید و این کاری نیست که شما با وجود جسمیتون انجام بدید. این قدم رو جهان برای شما انجام میده. تمام نیروهای کائنات به افکاری که شما اونا رو پدید آوردید پاسخ میدن. فرمان بردارم سرورم. و جهان هستی شروع میکنه به گرفتن شکل جدیدی که بتونه آرزوی شما را برآورده کنه. اکثر ما هرگز به خودمون اجازه ندادیم که اون چیزی رو که واقعا دلمون میخواد طلب کنیم، چون نمیتونیم تشخیص بدیم این کار چطور میتونه انجام بشه. اگه یکم تحقیق کنید براتون اثبات خواهد شد که هر کسی که تاکنون تونسته موفق به کاری بشه هیچ نمیدونسته که چطور باید با اون کار روبرو بشه. فقط میدونسته که اون کار باید انجام بده. نیازی نیست که بدونید همه چیز چطور پیش خواهد رفت. نیازی نیست که بدونید جهان هستی چه شکل جدیدی به خودش خواهد گرفت. خب نمیدونید چطور؟ بهتون نشون داده خواهد شد. شما روششو جذب خواهید کرد. خب بعضی از دوستانمون میگن حتما یه چیزی این وسط دچار اشکال شده، چون من میدونم که دارم چه چیزی رو میخوام. پس کجاست؟ چرا نمیاد؟ و ما بهشون میگیم شما طلب میکنید. شما قدم اولو کامل میکنید. درسته. کار دیگه جزی نمیتونید انجام بدید. و جهان هستی هم داره بهش جواب میده. ولی یه قدم دیگه هم هست که باید یاد بگیرید که همون قدم سومه و بهش میگن مرحله دریافت. و این به این معنیه که شما باید خودتون رو همجهت با چیزی قرار بدید که دارید طلب میکنید. وقتی شما با اون چیزی که میخواین همجهت هستین احساس فوق‌العاده‌ای میکنید. این همون شور و اشتیاقه، همون قدر چیزی رو دونستنه. این همون احساس و عواطف شماست. ولی وقتی شما احساس یأس میکنید یا ترس یا عصبانیت، اینها نشانگرهای قدرتمندی هستن از اینکه شما همکنون همجهت نیستید با اون چیزی که واقعا میخواید. و از این رو وقتی که شروع به درک این کنید که همه چیز وابسته به احساسیه که شما دارید و شروع کنید به پیش بردن افکارتون بر مبنای احساسی که براتون به وجود میارن، کم کم احساس درستش رو پیدا میکنید و اون وقتی که با اون یکی شدید و حالا است که اون باید در زندگی شما پدیدار بشه. و هنگامی که این رویا رو به یک واقعیت تبدیل کردید، شما در موقعیتی قرار میگیرید که میتونید رویاهای بزرگتر و بهتری بسازید و این همون فرایند خلقته.
خب پس قانون جاذبه، مطالعه و کاربرد قانون جاذبه در واقع یافتن چیزهاییه که به شما کمک میکنن احساس رسیدن به آرزوتون رو پدید بیارید. برید یه دوری با اون ماشین بزنید، برید اساسیه اون خونه رو بخرید، وارد خونه بشید، هر کاری که لازمه تا به شما احساس رسیدن به آرزوتون رو بده انجام بدید و اونا رو به خاطرتون بسپارید. هر کاری که به شما کمک کنه به این هدف برسید عملاً به شما کمک میکنه که اونو جذب کنید. میتونید فکر کنید که از خواب بلند میشید اون اونجاست، ظاهر شده، یا ممکنه ایده خوبی به ذهنتون خطور کنه که بهش عمل کنید. میتونید کارتون رو از هیچ شروع کنید و از دل هیچ چیز و از دل هیچ راهی رو پیدا خواهید کرد. به این فکر کنید، یه ماشینی که توی شب داره حرکت میکنه، چراغاش فقط 100 متر جلو رو روشن میکنه، ولی با این حال شما میتونید تمام فاصله بین کالیفرنیا و نیویورک رو طی کنید، اونم در تاریکی شب، و زندگی هم به همین منوال برای ما روشن میشه. و فقط اگه مطمئن باشیم که 100 متر بعدی به زودی نمایان خواهد شد، 200 متر بعدی هم بعد از اون خواهد اومد. زندگی شما هم همینطور آشکار خواهد شد و خواه نخواه شما رو به مقصد خواهد رسوند. اون چیزی که واقعا میخواین شما میتونین به اون برسید. نخستین قدم را با ایمان بردارید. نیازی نیست که تمام راه بله را ببینید، کافی است که نخستین قدم را بردارید. دکتر مارتین لوتر کینگ. خب چیز دیگه که مردم بهش فکر میکنن اینه که چقدر این کار طول میکشه، چقدر طول میکشه که اون ماشین یا اون رابطه اجتماعی، اون پول یا هر اون چیزی رو که میخوان پدیدار شه. خب قانون ثابت و مستندی نیست که بگه مثلا 30 دقیقه طول میکشه یا 3 روز یا 30 روز. بیشتر مسئله اینجاست که چقدر شما با خود جهان هستی همجهت هستید. اندازه برای کائنات مهم نیست. از دیدگاه علمی جذب کردن چیزی که ما بزرگ میدونیم به هیچ وجه سخت‌تر از چیزی که بی‌نهایت کوچک میدونیم نیست. کائنات تمام کارهایی رو که انجام میده بدون هیچ تلاشی انجام میده. چمن برای رشد رنج نمیکشه، هیچ زحمتی در کار نیست. این همش یه طراحی بی‌نظیره. همه چیز به این برمیگرده که این بالا چی میگذره. این تفاوت رو ما توی ذهنمون ایجاد میکنیم. مثلا میگید این چیز بزرگیه، حتما زمان بیشتری میبره، و این یکی کوچیکه، شاید 1 ساعت براش کافی باشه. میبینید اینها قانونایی هستن که ما تعیین میکنیم، ولی در نظر کائنات هیچ قانونی وجود نداره. بعضی مردم با چیزای کوچیک‌تر راحت‌تر کنار میان و برای همین بعضیا با یه چیز کوچیک شروع میکنن. مثلا یه فنجون قهوه. امروز تصمیم بگیریم به خودتون قهوه بدید. تصور کنید با یه دوست قدیمی که مدت زیادی ندیدینش صحبت میکنید. یه دفعه یه نفر در مورد اون فرد حرف میزنه، یا خودش بهتون تلفن میکنه یا نامش میرسه. من تو ذهنم یه جای پارک و دقیقاً همون جایی که میخوام تصور میکنم و 95% اوقات همون جا گیرم میاد و من راحت توش پارک میکنم. 5% مواقع هم 1-2 دقیقه همون جا منتظر میشم تا یه نفر ماشینشو در میاره و من جای اون پارک میکنم. این دقیقاً همون کاریه که من همیشه انجام میدم. بسیاری از مردم احساس میکنن که در میان شرایط فعلیشون گیر کردن یا زندانی شدن یا محدود شدن. و من سعی دارم این نکته رو بگم که شرایط فعلی شما هر چی که باشه فقط واقعیت فعلی زندگی شماست و واقعیت فعلی در نتیجه دیدن این فیلم و شروع به استفاده از این راز شروع به تغییر خواهد کرد. و بعضی وقتا به نظر میاد که شما گیر افتادید. این به این خاطره که شما به تفکر به موضوعات فعلی بیشتر و بیشتر ادامه میدید و به همین خاطر انتظار میره که همون نتایج رو هم بگیرید، بازم بیشتر و بیشتر. و دلیلش اینه که اکثر مردم بیشترین افکارشون رو به عکس العمل نشون دادن به چیزایی که مشاهده میکنن اختصاص میدن. ببینید، اگه شما فقط به اون چیزی که هست نگاه کنید، پس فقط دارید به اون چیزی که هست فکر میکنید. و هنگامی که دارید به اون چیزی که هست فکر میکنید، قانون جاذبه هرچه بیشتر از همون بهتون میده. و بعد اگه شما فقط به اون چیزی که هست نگاه کنید، پس فقط دارید به اون چیزی که هست فکر میکنید و قانون جاذبه بازم بیشتر از همون بهتون میده و مدام تکرار میشه. باید یک راهی رو پیدا کنید که به اون چیزی که هست از یک نقطه نظر متفاوت نزدیک بشید. بیشتر مردم به شرایط فعلیشون نگاه میکنن و میگن این من هستم، ولی این شما نیستید. این چیزیه که شما بودید. بیاین همین الان یه نگاهی به شرایط و روابط فعلی شما بندازیم. بیایید برای مثال فرض کنید پول زیادی تو حساب بانکیتون ندارید، یا مثلا روابط اجتماعی که میخواید ندارید، یا سلامتی و تناسب اندامتون اون چیزی که میخواید نیست. این پیامر باقی مونده افکار و اعمال گذشته شماست. خب پس ببینید، ما همواره داریم در همین باقی مانده افکار و اعمالی که در گذشته مرتکب اونها شدیم زندگی میکنیم. وقتی شما به حال و روز فعلیتون نگاه میکنید و خودتون رو بر مبنای اون تعریف میکنید، خودتون رو محکوم کردید به داشتن دقیقاً همین حال روز در آینده. هر آنچه ما هستیم نتیجه افکاری است که ما داشتیم. بودا.
خب حالا چه کاری میتونید انجام بدید که با اون شروع کنید و زندگیتون رو تغییر بدید؟ من بهتون 2-3 تا چیز میگم. شروع کنید به تهیه فهرستی از چیزایی که از داشتنشون شکرگزارید. با این شروع کنید چون این کار انرژیتون رو بالا میبره. شروع میکنه به تغییر دادن افکارتون. اگر قبل از این تمرین شما گرایش به تمرکز روی چیزایی که ندارید داشتید و شاید تمرکز بر روی شکایت کردن داشتید، وقتی شما این تمرین انجام بدید، شروع به حرکت در مسیری متفاوت خواهید کرد. شروع خواهید کرد به شکرگزاری برای هر اون چیزی که به شما احساس خوبی میده. شکرگزاری قطعاً روش آوردن فراوانی به زندگی شماست. وقتی مردی برای همسرش کاری میکنه و ازش قدردانی میشه، اون مرد دوست داره بیشتر انجام بده. مثلا همیشه همین قدردانیه. اون همه چیزو جذب میکنه. همه چیز به کمکتون میاد. من سالهاست که دارم میگم که هر چیزی که بهش فکر کنیم و بابتش تشکر کنیم به سراغمون خواهد اومد. این همون احساسیه که ما باید داشته باشیم. و در مورد خودم باید بگم برای من تمرین بسیار خوبی بوده که هر روز صبح بیدار بشم و بگم متشکرم. هر روز صبح وقتی پاهامو میذارم زمین میگم متشکرم و بعد شروع میکنم به دور کردن چیزایی که بابتشون شکرگزارم. وقتی دندونامو مسواک میزنم، کاری که صبح انجام میدم، فقط به اون چیزا فکر نمیکنم بلکه اجرا میکنم و اون احساس شکرگزاری رو در وجودم حس میکنم. به محض که شما شروع به داشتن احساسی متفاوت در مورد اون چیزی که همکنون دارید بکنید، شروع به جذب کردن چیزهای خوب بیشتری خواهید کرد، چیزایی که میتونید براشون شکرگزار باشید. شما میتونید بگید این ماشین، این خونه و این سلامتی و این همسر رو میخوام ولی ندارم. ای بس. اینا همون چیزایی که نمیخواین داشته باشید. روی چیزایی تمرکز کنید که الان دارید و به خاطرشون شکرگزارید. میتونه لباسایی باشه که دارید، ولی ممکنه شما چیز دیگه رو ترجیح بدید و ممکنه خیلی زود چیز دیگه رو به دست بیارید. اگه شروع کنید به احساس قدردانی از اون چیزی که الان دارید. من فکر میکنم برای هر کسی موقعیتایی پیش میاد که بگه خدایا هیچی درست پیش نمیره، همه چیز بد پیش میره، یه مشکلاتی تو خانوادم پیش اومده. من یه سنگ پیدا کردم که الان این که اینجا نشستم اونو تو دستم گرفتم. همیشه میتونید اونو همراه من ببینید. اونو گذاشتم توی جیبم. با خودم گفتم هر بار که دستم به این سنگ میخوره به چیزی فکر خواهم کرد که بابتش شکرگزارم. بعد هر روز از خواب بیدار میشم و شلوارمو از رو جارختی برمیدارم و اونو میذارم تو جیبم و اون چیزایی رو که بابتشون شکرگزارم و مرور میکنم. شبا جیبمو خالی میکنم و دوباره اونجاست. من با اون تجربیات متفاوتی هم داشتم. یه دوستی داشتم از آفریقای جنوبی. اونو دید که از جیبم افتاد و ازم پرسید این دیگه چیه؟ اون چیه؟ من براش توضیح دادم و اونم از اون به بعد بهش میگفت سنگ شکرگزاری. سنگ شکرگزاری. 2 هفته بعد ازش یه ایمیل اومد از آفریقای جنوبی. اون گفته بود پسر من داره از یه بیماری نادر میمیره، یه جور هپاتیت گرفته. اون گفت میشه برای من 3 تا سنگ شکرگزاری بفرستی؟ اونا سنگای معمولی بودن که از تو خیابون پیداشون کرده بودم. خب منم گفتم حتما. من باید مطمئن میشدم که اونا سنگای خیلی ویژه‌ای بودن و برای همین رفتم لب رودخونه، گشتم و سنگای مناسب رو پیدا کردم و اونا رو براش فرستادم. 4-5 ماه بعد یه نامه دیگه از اون برام اومد. گفته بود پسرم بهتر شده، حسابی سر حال شده و بازم گفته بود که ولی باید یه چیزی رو بدونی. اون گفت ما تا حالا بیشتر از 1000 قطعه سنگو به قیمت $10 فروختیم به عنوان سنگای شکرگزاری و کلی پول برای خیریه جمع آوری کردیم. خیلی ازت متشکرم. پس این خیلی مهمه که اخلاق شکرگزارانه داشته باشیم. یه چیز دیگه که من میتونم پیشنهاد کنم که شما انجام بدید تا زندگیتون رو متحول کنید و باید بگم این اونقدر بزرگه که نمیتونم کلمات مناسب و برای توصیف اینکه این تا چند اندازه میتونه براتون قدرتمند باشه پیدا کنم. تصور کردن. من فرایند تجسم کردن از برنامه آپولو یاد گرفتم و تا یه دهه 80 و 90 اونو در برنامه المپیک به کار بستم و اسمشو گذاشته بودم تمرین با موتور تجسمی. وقتی چیزی رو تجسم میکنید سپس اونو پدید میارید. و نکته جالب در مورد ذهن اینه که ما قهرمانان و ورزشکاران المپیک آوردیم و به دستگاه‌های ارزیابی زیستی خیلی پیچیده متصل کردیم و ازشون خواستیم مسابقهشون رو فقط در ذهنشون انجام بدن. خیلی شگفت انگیز بود. با اینکه اونا اون مسابقه رو در ذهنشون داشتن میدویدن، همون عضلات با همون ترتیبی کار کردن که انگار اونا در مسیر واقعی دارن میرن. چطور این ممکن بود؟ چطور ذهن نمیتونه این تفاوت رو تشخیص بده که آیا واقعا شما دارید اون کار رو انجام میدید یا این فقط یه تمرینه؟ وقتی که دارید تجسم میکنید، وقتی که اون تصویر داره تو ذهن شما پخش میشه، همیشه فقط و فقط به نتیجه پایانی تمرکز کنید.
خب یه مثال میزنم. همین الان به پشت دستاتون نگاه کنید. واقعا به پشت دستاتون نگاه کنید. رنگ پوستتون، کک و مکا، رگای خونی، انگشتراتون، ناخوناتون، ناخونای مصنوعیتون، همه این جزئیاتو قبل از اینکه چشماتون رو ببندین به خاطر بسپرید و بعد اون دستاتون رو ببینید. انگشتاتون که به دور فرمون ماشین آخرین مدل شما حلقه میشه. این یه تجربه کاملا تصویریه، خیلی واقعیه. در این لحظه خیلی واقعیه. اونقدر که حتی دیگه احساس نمی کنید که به اون ماشین نیاز دارید، چون احساس می کنید که الان اونو دارید. ببینید، در واقع این احساسه که جاذبه رو ایجاد میکنن، نه فقط تصویرش یا فکرش. و من فکر میکنم که خیلی از مردم فکر میکنن خب اگه افکار مثبت داشته باشم و یا اگه اون چیزی رو که میخوام تجسم کنم همین کافیه. ولی اگه شما این کار رو انجام میدید و هنوز احساس دارایی نمیکنید یا مثلا احساس عشق یا لذت، اون وقت به نظر من واقعا نمیتونید قدرت جاذبه رو پدید بیارید. اینجاست که این راز واقعا وارد عمل میشه. شما باید خودتون رو در اون احساس قرار بدید که انگار واقعا تو اون ماشین نشستید، نه اینکه ای کاش میتونستم اون ماشین رو بخرم یا یه روز اون ماشین رو میخرم، برای اینکه این یه احساس کاملا واضحه و با اون در ارتباطه، چون مربوط به آینده است. اگر شما در اون احساس باقی بمونید همیشه در آینده خواهید موند. لذت رو احساس کنید، خوشحالی رو احساس کنید، هر چقدر که میخواد احمقانه به نظر بیاد. وقتی تو اون اتاق تاریک و ساکت فریاد میزنید هو انجامش بدید. خیلی از مردم میگن خب دست بردار، حتما باید این کارو بکنیم. خب واقعا چقدر دلتون تغییر رو میخواد؟ و اون احساس و اون بینش درونی تبدیل خواهد شد به یک دروازه گشوده که از درون اون قدرت کائنات نمودار خواهد شد. قدرت چیست؟ من نمیتوانم بگویم، تنها میدانم که وجود دارد. الکساندر گراهام بل. وظیفه ما این نیست که چگونه رو دریابیم، چگونه خودش نمایان خواهد شد از بطن پایبندی و ایمان به چیزی که داریم. چگونه جزو قلمرو کائنات هستید. اون همیشه کوتاه‌ترین و نزدیکترین و سریعترین و هماهنگترین راه بین شما و رویای شما رو میشناسه. اگه اینو به عهده کائنات بگذارید حتما متعجب و شگفت زده خواهید شد از اون چه به شما داده میشه. اینجاست که معجزات پدیدار میشه. خب باید بهتون بگم که لازمه این کارو هر روز به دقت انجام بدید، ولی بهتون هم هشدار میدم که این هرگز نباید یه چیز روزمره باشه. اون چیزی که واقعا نهایت اهمیت رو در مورد این راز داره اینه که احساس خوبی داشته باشید. باید در تمام مراحل احساس نشاط بکنید. باید هیجان داشته باشید، خوشحال باشید، سرحال باشید تا جایی که امکان داره. تنها تفاوتی که بین افرادی که واقعا دارن به این روش زندگی میکنن و افرادی که دارای یک زندگی جادویی نیستن اینه که افرادی که دارای یک زندگی جادویی هستن راههای زیستن رو پیدا کردن. هر جایی که اونا برن جادو رخ میده، چون که اونها به یاد میارن و همیشه انجامش میدن، نه فقط برای یک بار. افراد مدتی این کارو میکنن و خیلی هم به خوبی از پسش برمیان و میگم میدونید چیه، من دیگه جون گرفتم، من این برنامه رو دیدم و دیگه میخوام زندگیمو متحول کنم و بعد پیش میاد که نتیجه‌ای نمیبینن و بازم نتیجه‌ای نمیبینم و زیر اون پوست همه چیز آماده برای شکوفه کردنه و بعضیا به نتایج سطحی نگاه میکنن و میگن این کارو جواب نمیده. و میدونید چی میشه؟ کائناتم میگه فرمان بردارم سرورم و دوباره میره پای. وقتی که قانون جاذبه رو فرا گرفتم میخواستم که واقعا اونو به کار ببندم و ببینم که واقعا درسته. و میدونین چه اتفاقی میفته؟ سال 1995 شروع کردم به درست کردن یه چیزی به نام تابلوی تجسم که اون چیزایی رو که میخواستم بهشون برسم و اون چیزایی رو که میخواستم جذب کنم، مثل یه ماشین یا یه ساعت یا همسر رویاهام در نظر میگرفتم و عکسی از اون چیزی که میخواستم روی این تابلو که تابلوی تجسم بهش میگفتم میچسبوندم و هر روز توی دفترم میشستم و به این تابلو نگاه میکردم و شروع میکردم به تجسم و واقعا به این حس میرسیدم که به همشون دست پیدا کردم. داشتیم برای اسباب کشی آماده می شدیم و تمام اساسیه رو و تمام جعبه ها رو می ذاشتیم توی انبار و در طی 5 سال من 3 بار اسباب کشی کردم و در آخرم به کالیفرنیا رفتم و این خونه رو خریدم و حدود 1 سالم تعمیرش کردم و بعد تمام اساسیه‌مو از خونه 5 سال پیشم به این خونه آوردم. یه روز حدود ساعت 7:30 صبح پسرم اومد توی دفتر من و یکی از جعبه هایی که 5 سال بود بسته بندی شده بود درست جلوی در بود و پسرم اومد تو و نشست رو اون جعبه و شروع کرد به کوبیدن روی جعبه و من گفتم عزیزم میشه لطفاً بس کنی، من اینجا دارم کار میکنم. چی تو این جعبه است پدر؟
خب عزیزم، اونا تابلوهای تجسم منن. تابلو تجسم دیگه چی؟ من گفتم خب اون یه جاییه که من هدفامو بهش میچسبونم، عکسشونو میبرم و همه رو میچسبونم به عنوان چیزایی که میخوام تو زندگی به دست بیارم. خب البته اون 5 سال و نیمش بود و اینو نمیفهمید و من گفتم خب بذار نشونت بدم پسرم، اینطوری راحت میفهمی چی میگم. و بعد من جعبه رو باز کردم و هنگامی که تابلوی تجسمو کشیدم بیرون، یه عکسی اونجا بود از یه خونه که من 5 سال پیش تجسمش میکردم و اون چیزی که برام خیلی تکون دهنده بود این بود که ما داشتیم تو اون خونه زندگی میکردیم. نه یه خونه مثل اون، من خونه ی رویاهامو خریدم، بازسازیش کردم و حتی اینو نمیدونستم و من به اون خونه نگاه کردم و شروع کردم به گریه به خاطر اینکه خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم. چرا داری گریه میکنی؟ عزیزم بالاخره فهمیدم که قانون جاذبه چطور عمل میکنه، بالاخره قدرت تجسم رو درک کردم. حالا کاملا درک میکنم تمام چیزایی رو که خوندم، تمام چیزایی رو که باشون کار کردم در تمام عمرم، که چطور اون شرکت ها رو تأسیس کردم. در مورد خونه هم همین اتفاق افتاد و من خونه رویاهامو خریدم و خودمم خبر نداشتم. تخیل همه چیز است. تخیل بیشتر آمدی از جاذبه های آینده زندگی است. آلبرت اینشتین. تصمیم بگیرید چه چیزی میخواین. ایمان داشته باشید که میتونید داشته باشید شیئی رو که شایستگیشو دارید و ایمان داشته باشید که برای شما امکان پذیره و بعد هر روز برای چند دقیقه چشماتون رو ببندید و داشتن اون چیزایی رو که میخواین تجسم کنین و احساس داشتن اونا رو به خوبی تصور کنید. از اون بیاید بیرون و به چیزایی فکر کنید که الان به خاطرشون شکر گذارید و واقعا ازش لذت ببرید. باشه؟ و بعد روزتون رو ادامه بدید. اون فکر میکرد که افراد پولدار افرادی بودن که سر همه کلاه میذاشتن و فکر میکرد هر کسی که پول داره حتما یکی رو فریب داده بود. خب منم با عقاید زیادی در مورد پول بزرگ شدم که اگه پول داشته باشم آدم بدیم. پدرم میگفت آدمای شرور پول دارن و دیگه اینکه خب پول که از درخت نمیافته. این خیلی پر استفاده بود. فکر کردی من کیم؟ راکفلر؟ این یکی از عبارات مورد علاقهش بود. خب من با این عقیده راسخ بزرگ شدم که زندگی سخته، باید رنج کشید و وقتی با استون آشنا شدم عملا شروع به تغییر زندگیم کردم. And it was only when I met W. Clement Stone that I literally began to shift my life. هر آنچه را که ذهن انسان بتواند درک کند میتواند به دست بیاورد. W. کلمنت استون. وقتی که من با استون کار میکردم اون بهم گفت میخوام که یه هدف رو مشخص کنی که اونقدر بزرگ باشه که اگه بهش برسی از تعجب خشکت بزنه و اینو بدونی که فقط به خاطر چیزی که من به تو یاد دادم تونستی به این هدف برسی. خب اون موقع من سالی حدود $8,000 درآمد داشتم و به دلایلی میخواستم هدفمو انتخاب کنم که بشه ارزش مشخصی براش قائل شد. پس من گفتم من میخوام $100,000 در یک سال در بیارم. و هیچ ایده‌ای هم نداشتم که چطور این کارو بکنم. هیچ استراتژی و هیچ امکانی رو تصور نمی‌کردم، ولی با خودم گفتم من اینو اعلام می‌کنم، واضح بیان می‌کنم و بهش ایمان خواهم داشت. یه جوری رفتار می‌کنم که انگار اتفاق افتاده و منتشرش می‌کنم و من این کارو کردم. و یکی از اون چیزایی که اون یادم داد این بود که هر روز چشمو ببندم و اهدافمو تجسم کنم به شکلی که الان بهشون رسیدم. و منم برای خودم یه اسکناس $100,000 درست کرده بودم که چسبونده بودمش به سقف. اینطوری اون اولین چیزی بود که بعد از بیدار شدنم می‌دیدم. به بالا نگاه می‌کردم و اون اینجا بود و بهم یادآوری می‌کرد که خواسته من اینه و بعد من چشامو می‌بستم و داشتن این $100,000 رو تجسم می‌کردم. روش زندگیمو. جالب این بود که در 30 روز آینده هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. خیلی ناگهانی وقتی زیر دوش بودم یه ایده $100,000 به ذهنم رسید. من یه کتاب داشتم که خودم نوشته بودم و به خودم گفتم که اگه بتونم 400,000 نسخه از کتابمو هر کدوم 25 سنت بفروشم اون وقت $100,000 گیرم میاد. خب کتاب که آماده بود ولی من هرگز این فکر رو نداشتم. فکر میکنم یکی از رازها هم همین باشه. وقتی شما افکار الهام شده ای دارید باید بهشون اعتماد کنید و باید به اونها عمل کنید. خب ولی من نمیدونستم چطور باید این کارو بکنم. نمیدونستم که چطوری میتونم 400,000 نسخه رو بفروشم. هرگز این کارو نکرده بودم. و بعد من مجله نشنال انکوایر رو تو سوپرمارکت دیدم. من اونو میلیون‌ها بار دیده بودم و فقط به عنوان پس زمینه، ولی ناگهان اون به طرف من پرید و شد تصویر اصلی. من فکر کردم اگه خواننده‌های مجله در مورد کتاب من بدونن مطمئنا 400,000 نفر خواهند رفت و اونو خواهند خرید. نسخه زیبایی بود. میخوام باهاتون مصاحبه کنم. بذارید کارتمو بهتون بدم. خبرنگار کجایی؟ من آزاد کار میکنم. مقالاتمو میدم به نشنال انکوایرر. یاد سریال ماجراهای باور نکردنی افتادم. نه فهمیدم این واقعیت داره.
بعد اون مقاله چاپ شد و فروش کتاب من شروع کرد به بالا رفتن. ولی اون نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که من داشتم تمام این اتفاقات متفاوت و اون خبرنگار رو به زندگیم جذب میکردم. خلاصه اینکه من اون سال $100,000 رو به دست نیاوردم. ما $92,327 درآوردیم. ولی فکر میکنید که افسرده شده بودیم و میگفتیم نه جواب نمیده؟ نه، ما میگفتیم خدایا این شگفت انگیزه. و حتی همسرم به من گفت وای اگه این برای $100,000 عملیه فکر میکنی برای $1,000,000 هم باشه؟ و من گفتم نمیدونم، فکر میکنم بشه، بیا امتحانش کنیم. و ناشر من در واقع برام یه چک کشید. اون چک حق تلیف بود برای اولین کتاب سوپ مرغ برای رو. اون یه صورت خندان روی امضاش کشیده بود چون اولین چک $1,000,000 بود. پس من از تجربه خودم آگاهم، چون خودم میخواستم که امتحانش کنم که آیا واقعا این راز عمل میکنه. ما اونو با آزمایش گذاشتیم و اون کاملا عمل کرد و حالا من زندگیمو به همین روش ادامه میدم تمام روزامو. خب من میتونم فکر کنم که خیلی‌ها که الان دارن این فیلمو میبینن چی فکر میکنن و اینه که من چطور میتونم پول بیشتری رو به زندگیم جذب کنم. چطور میتونم بیشتر از اون اسکناس‌های سبز گیر بیارم؟ چطور میتونم ثروت و مکنت بیشتری فراهم کنم؟ چطور وقتی که شغلمو دوست دارم میتونم با مشکل بدهکاریام مواجه بشم و این باور که ممکنه سقفی برای پولی که من در میارم وجود داشته باشه چون من دارم از طریق شغلم پول در میارم. من چطور میتونم بیشتر در بیارم؟ قصدشو داشته باشید. این برمیگرده به یکی از چیزایی که ما در طول تمام این برنامه داشتیم در موردش صحبت میکردیم. وظیفه شما اینه که اون چیزی رو که میخواید از کاتالوگ کائنات انتخاب و اعلام کنید. خب اگه پول یکی از ایناست، بگید که دوست دارید چقدر داشته باشید. من دوست دارم که $25,000 درآمد غیر منتظره داشته باشم، اونم در 30 روز آینده یا هر جور آرزوی دیگه‌ای که دارید. اگر مردم هدفشون خلاص شدن از بدهکاری، این شما رو تا ابد بدهکار نگه می‌داره. هر اون چیزی رو که بهش فکر میکنید جذب خواهید کرد. شما میگید این خلاص شدن از قرضه؟ اگر دارید به بدهکاری فکر میکنید بدهکاری رو جذب میکنید. یه برنامه پرداخت قروض اتوماتیک طراحی کنید و شروع کنید به تمرکز بر ثروت. مردم به من میگن من دوست دارم درآمدمو در سال آینده 2 برابر کنم، ولی بعد که به اعمالشون نگاه میکنیم میبینیم اونا کارایی رو که برای این هدف لازمه انجام نمیدن و خب اون وقت فوری برمیگردن و میگن خب من نمیتونم پول اینو بدم. خب باشه، میدونید چیه؟ کائنات میگه فرمانبردارم سرورم. همینطور که دارید به خاطر پول نداشتن غر میزنید در حالی که دارید با دوستتون در مورد پول نداشتن صحبت میکنید. همینطور که به خاطر پول نداشتن احساس ناراحتی میکنید، در واقع دارید فکری رو در ذهنتون فعال میکنید و یا به فعالیتش نیرو میبخشید که بسیار با اون خواسته‌ای که مطرح کردین تفاوت داره. بالاخره نتیجه‌ای که اینجا میگیریم اینه که شما نمیتونید پول بیشتری رو طلب کنید در حالی که رو کم بودنش تمرکز میکنید. وقتی که اولین بار راز رو فهمیدم برام قبض میومد. هر روز یه دسته قبض لای نامه‌ها برام میومد و من فکر میکردم که اینها چطور میتونم اینو تغییر بدم. قانون جاذبه بیان میکنه که اون چیزی رو که روش تمرکز کنید به دست خواهید آورد. پس من یه صورت حساب بانکی گرفتم. روی مجموعه موجودی رو لاک گرفتم و یک موجودی جدید رو جاش وارد کردم. دقیقاً همون مقداری رو که دوست داشتم توی بانک داشته باشم اونجا نوشتم. خب چی میشه اگه تجسم کنم که با نامه‌هام یه دسته چک برام میاد؟ بعد از اون تجسم کردم که یه دسته چک برام با نامه‌ها اومده. در کمتر از 1 ماه همه چیز شروع به تغییر کرد و این خیلی جالبه. امروز دیگه فقط توی نامه‌ها برام چک میاد. یه چند تا قبض میاد ولی بیشتر از قبض‌ها برام چک میاد. من با این فکر بزرگ شدم که باید برای پول سخت کار کرد و بعد من این فکر رو با این عوض کردم که پول راحت به دست میاد. به نظر مثل یه دروغ میاد. درسته یه قسمتی از مغزتون هست که خواهد گفت ای دروغگو خیلی هم سخته. پس باید بدونین که این برو تا مدتی مثل مسابقه تنیس وجود خواهد داشت. وقتی موضوع ایجاد ثروت به میان میاد، ثروت یه قرارداد ذهنیه. همش به این برمیگرده که شما چطور فکر کنید. من میتونم بگم که 80% آموزشایی که من به صورت خصوصی به افراد میدم در مورد روانشناسی اونها و نحوه تفکرشونه و میدونم که وقتی افراد اینو میشنون میگن اوه شما میتونید ولی من نمیتونم. هر انسانی قابلیت تغییر در روش برقراری ارتباط و تعاملش با پول داره. من افراد زیادی رو میبینم که شاید درآمد فوق‌العاده زیادی داشته باشن ولی روابطشون به یک گند میره. در ضمن این یه عبارت فنیه و این ثروت نیست. واقعا اینطور نیست. ببینید شما میتونید به دنبال پول برید و ممکنه پولدار بشید ولی این تضمین نمیکنه که ثروتمند بشید. من نمیخوام بگم که پول جزئی از ثروت نیست، بلکه قطعا هست ولی فقط جزئی از اونه. و بعد من افراد زیادی رو میبینم که نمیدونم مثلا افراد معنوی هستن ولی اونها همیشه مریضن. اینم ثروت نیست. زندگی باید در تمام وجوه پربار و غنی باشه.
خیلی از مردم در فرهنگ غرب جداً به دنبال موفقیتن، میخوان خونه خوبی داشته باشن، میخوان که کسب و کارشون به خوبی پیش بره، خیلی از این جور چیزا. ولی چیزی که من در تحقیقاتم بهش رسیدم اینه که داشتن همه اینا به هیچ وجه تضمین نمیکنه که به چیزی که واقعاً میخوایم برسیم که اون خوشبختیه. و از اینجاست که تمام اون چیزهای حاشیه‌ای به دست میان. اگه به دنبال اونها بریم تا به خوشبختی برسیم، بهشون نمیرسیم. برعکس، شما ابتدا به دنبال حس لذت درونی، آرامش درونی، بینش درونی میرید و بعد تمام اون چیزها از دور و بر پدیدار خواهند شد. این راز برای من در واقع این معنی رو داره که ما خالقین جهان خودمون هستیم و اینکه هر آرزویی که برای خلقت چیزی داریم در زندگی ما شکل خواهد گرفت. برای همین خیلی مهمه که چه چیزی آرزو میکنید، چه افکاری دارید، چه احساساتی دارید، برای اینکه پدیدار خواهند شد. درون یک رابطه خیلی مهمه که ابتدا بفهمیم که چه کسی داره وارد اون رابطه اجتماعی میشه و منظور من مخاطب شما نیست، منظور من خود شمایید. چطور انتظار دارید کسی از مصاحبت شما لذت ببره وقتی خودتون لذت نمیبرید؟ پس دوباره قانون جاذبه یا همون راز کارش شروع میکنه. کارش اینه که اونو به زندگی شما بیاره و شما باید موضوع رو روشن کنید. این سوالیه که من میخوام بهش فکر کنید. آیا با خودتون اونطور رفتار میکنید که دوست دارید دیگران با شما رفتار کنن؟ شما تبدیل به راه چاره خودتون میشین. نگین که هی تو به من بدهکاری یا باید بیشتر بهم بدین. در عوض بیشتر به خودتون بدین. وقتی رو بذارید برای پرداختن به خودتون، به نحوی که خودتون رو تا اشباع پر کنید، تا جایی که سرریز کنید و به بقیه بدین. من وارد خیلی از روابط شدم به این امید که دوستم زیبایی منو بهم نشون بده. من نیاز داشتم که اون زیبایی منو بهم نشون بده، چون که من احساس زیبایی نمی کردم. چون وقتی که من داشتم بزرگ می شدم، قهرمانان زن من تو سریال های فرشتگان چارلی بودن یا مثلا زن شگفت‌انگیز. و با اینکه اونها زنای فوق‌العاده‌ای بودن، هیچ کدومشون شبیه من نبودن. همینطور بود تا وقتی من ایستادم و عاشق لیسا شدم، با لبای درشت و پاهای چاقش، پوست قهوه‌ای و آفریقایی. یه چیز شگفت‌انگیزی هست. من 44 ساله که دارم خودم رو مطالعه میکنم و دوست دارم خودم رو ببوسم. برای اینکه باید عادت کنید که عاشق خودتون باشید. در مورد خودبینی حرف نمیزنم. منظور من یه احترام به نفس سالم و منطقیه و همینطور که خودتون رو دوست دارید بقیه هم دوست خواهید داشت. بعضی اوقات افراد خواهند گفت همکارم تو اداره خیلی آدمای منفی‌ان، یا مردی که من باهاش زندگی میکنم خیلی عصبانیه، یا بچه‌هام خیلی برام مایه نگرانیان. و ما میگیم شما باید خودتون رو با بهترین وجه با افرادی که اطراف شما هستن همجهت کنید. ما بهتون پیشنهاد میکنیم که یه دفترچه بگیرید و یه فهرست از نکات مثبت افرادی که زمان زیادی رو با اونا صرف میکنید تهیه کنید. ممکنه کسی باشه که شما تجربه وحشتناکی رو باهاش داشتین یا رابطه وحشتناکی رو، و در خلوت ذهن خودتون و با کمی سعی و تلاش اعتراف خواهید کرد وقتی که روی چیزایی متمرکز میشین که بیشتر دوست دارین، اون افرادم در برابر شما بیشتر به اون کارا میپردازن. و با اینکه شما نمیتونید در زندگی اونا خلقت ایجاد کنید، اگر اونا در حالتی یا رفتاری باشن که به حالت و رفتار شما نسبت به اونا شبیه نباشه، راه اونا از راه شما جدا میشه. اگر شما پتانسیل خودتون رو برای احساس خوبی میدونستید، دیگه هرگز از کسی نمیخواستید که متفاوت باشه تا شما بتونید احساس خوبی داشته باشید. خودتون رو از تمام این ناممکنهای طاقت فرسا رها میکردید که بخواهید جهان و همسرتون یا فرزندتون رو کنترل کنید. شما تنها کسی هستید که زندگیتون رو میآفرینید، چرا که هیچ کس دیگه نمیتونه برای شما فکر کنه. هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه، فقط کار خودتونه. خیلی مهمه که بدونیم بدن ما در واقع محصول افکار ماست. ما در علم پزشکی تازه داریم متوجه میشیم که طبیعت افکار و احساسات تا چه درجه‌ای میتونه تعیین کننده ساختار و جنس فیزیکی و عملکرد بدن ما باشه. ما تاثیر قرص تلقینی رو در زمینه شفابخشی میدونیم. قرص تلقینی چیزیه که قاعدتاً نباید هیچ تاثیر و عوارضی روی بدن داشته باشه. مثل یه قرص شکر. شما به بیمار میگید که این همون قدر موثره و اتفاقی که میفته اینه که قرص تلقینی هم همون تاثیر رو خواهد داشت. البته که بعضی وقتا تاثیر بیشتری از داروهایی که واقعاً برای ایجاد اون
اثر طراحی شدن نداشته باشه. خب اینطوری کشف شد که ذهن انسان بزرگترین عامل مؤثر در امور شفابخشیه، بعضی اوقات حتی بیشتر از داروها. اگر کسی در موقعیتی قرار بگیره که بیمار باشه و این فرصت و انتخاب رو هم داشته باشه که به جای استفاده از دارو سعی کنه بفهمه که چه چیزی در ذهنش هست که اونو ایجاد میکنه. اگه یه موقعیت بحرانی باشه، واضحه که استفاده از دارو عاقلانه است. ببینید، ما اصلاً نمیخوایم دارو رو نفی کنیم. هر صورتی از شفابخشی جای خودش رو داره. در حقیقت تنها یک رودخانه خوشبختیه که جریان داره. این رودخانه ای از انرژی مثبت خالص و جهان هستی و هر آنچه ما میشناسیم فقط سرشار است از اون. این جهانیه که بر مبنای خوشبختی ساخته شده و این خوشبختی بی حد و حصر وجود داره. و هنگامی که شما اجازه میدید که این رودخانه جریان پیدا کنه، با تمام وجود احساس بسیار بسیار خوبی خواهید داشت و هنگامی که ذره‌ای جلوی اونو میگیرید احساس خیلی خوبی نخواهید داشت. فقط و فقط یک رودخانه خوشبختی و خوبی وجود داره که یا شما اونو میپذیرید یا نه. و احساسات بی‌نظیر شما بهتون میگن چه ترکیبی رو دارید. کجای این پذیرفتن و یا مقابله با این ارتباط قرار گرفت؟ حتما کسانی را میشناسید که ناراحتی‌های لاعلاج داشتند. بیایید یک لحظه به کلمه ناراحتی فکر کنید. بیایید کلمه رو جدا کنیم، یعنی بدنی که راحت نیست. ما هزاران بیماری و ناراحتی متفاوت تو دنیا داریم. اونا فقط عضوای ضعیفن. همه اونا نتیجه فقط یک چیزن: تنش. اگه روی یه حلقه زنجیر فشار وارد کنی یا روی نقطه‌ای از بدن، اون نقطه خواهد شکست. فیزیولوژی ما بیماری ها رو ایجاد میکنه تا به ما ارزیابی بده، تا به ما بفهمونه که چشمانداز غیر متوازنی داریم و عاشق نیستیم و شکرگزار نیستیم. پس نشانه ها و علائم بدن یه چیز وحشتناک نیستن. یه سوالی که کم و بیش پرسیده میشه اینه که وقتی یه نفر بیماری رو در معبد تنش داره و یا یه جور ناراحتی رو در زندگیش داره، با قدرت تفکر درست آیا میشه اون رو رفع کرد؟ و جواب قطعاً بله است. ما یه برنامه پایه‌ای طراحی کردیم به نام خودشفادهی. شما زخمی شدین؟ خودش جوش میخوره. یه عفونت باکتریایی گرفتین؟ دستگاه ایمنی میاد و حساب باکتریا رو میرسه و خوبشون میکنه. دستگاه ایمنی طراحی شده تا خودشو خوب کنه. ناراحتی نمیتونه در بدنی که در حالت سالم و پر احساسی قرار گرفته ادامه داشته باشه. بدن شما هر ثانیه میلیون ها سلول رو به دور میریزه و میلیون ها سلول جدید رو ایجاد میکنه. در واقع عملاً اعضای بدن ما هر روز تعویض میشن. بعضی اعضا هم چند ماهی وقت نیاز دارن، بعضی دیگه هم چند سالی. ولی در عرض چند سال ما یه بدن کاملاً جدید خواهیم داشت. اگر شما بیماری دارید و بر روش تمرکز میکنید و با دیگران در موردش صحبت میکنید، با این کار سلول های بیمار بیشتری رو تولید خواهید کرد. خودتون رو ببینید که با یک بدن کاملا سالم زندگی میکنید. بگذارید که دکتر مراقب بیماری شما باشه. آیا میتونید فرق بین درد مفاصل در لگنتون و ترس به خاطر همین درد و احساس امیدواری کردن نسبت به بهبودش رو درک کنید؟ تفاوت بین احساس ترس و امیدواری، تفاوت بین بهبود یافتن و نیافتنه. افکار بانشادتر الزاماً منجر به یک بیوشیمی بانشادتر میشن، به یه بدن سالمتر و بانشادتر. ثابت شده که افکار منفی و تنش‌ها بدن رو جداً ضعیف‌تر و عملکرد مغز رو کاهش میدن. به خاطر اینکه این افکار و احساسات ما هستن که همواره بدن ما رو بازسازی، بازچینی و بازآفرینی میکنن. تنش فیزیولوژیکی رو از روی بدن بردارید و اون وقت بدن کاری رو که براش طراحی شده انجام خواهد داد. من دیدم که کلیه دوباره سازی شده، دیدم که سرطان از بین رفته، دیدم که بینایی بهتر شده و یا بازگشته. من همیشه میگم غیر قابل درمان یعنی قابل درمان از درون. شما میتونید زندگیتون رو تغییر بدید و میتونید خودتون رو شفا بدید. خب داستان من از 10 مارچ 1981 آغاز میشه. اون روز زندگیم برای همیشه تغییر کرد. اون روزو هرگز فراموش نمی کنم. هواپیمای من سقوط کرد. منو به بیمارستان بردن در حالی که کاملا فلج شده بودم. قطع نخاع شده بودم. مهره‌های اول و دوم گردنم شکسته بود.
عکس‌العمل‌های بلعو کاملا از دست داده بودم. نمیتونستم بخورم و بنوشم. پرده دیافراگمم نابود شده بود. نمیتونستم نفس بکشم. تنها کاری که میتونستم بکنم پلک زدن بود. البته دکترها میگفتن که تمام عمرم و مثل یک گیاه خواهم بود. تنها کاری که بقیه عمر میتونستم انجام بدم پلک زدن بود. این تصویری بود که اونا از من داشتن، ولی مهم نبود که اونا چی فکر میکنن. مهم این بود که من چی فکر میکنم. تا کریسمس سر پا از اینجا میرم. خودم رو تجسم کردم که دوباره یه فرد عادیم و از بیمارستان قدم میذارم بیرون. تنها چیزی که باید تو بیمارستان باهاش کار میکردم ذهن من بود و وقتی که بتونید ذهنتون رو کنترل کنید میتونید همه چیز رو به جای اولش برگردونید. من به یه دستگاه تنفس وصل بودم و اونا میگفتن من دیگه هرگز نمیتونم خودم نفس بکشم چون دیافراگمم از بین رفته بود، ولی یه صدای ضعیفی بود که بهم میگفت نفس بکش، نفس بکش. بالاخره من از اون جدا کردن. اونا هیچ توضیحی براش نداشتن. ببینید، من نمیتونستم اجازه بدم که هیچ چیزی وارد ذهنم بشه که حواس منو از هدفم و از تجسمم پرت کنه. خب من یه هدفی تعیین کرده بودم که تا کریسمس با پای خودم از بیمارستان برم. این هدف من بود. 8 ماه بعد من از بیمارستان با پاهای خودم رفتم بیرون. اونا میگفتن که این امکان پذیر نیست. اون روزیه که هرگز فراموش نمی کنم. برای افرادی که الان یه جا نشستن و دارن این برنامه رو میبینن و درد دارن، اگه من بخوام زندگیمو خلاصه کنم و برای مردم خلاصه کنم که در زندگی میتونن چیکار کنن، من اینطور خلاصه میکنم در 6 کلمه: انسان چیزی میشه که بهش میاندیشه. انسان همون طور زندگی میکنه که در تفکرشه. ما متوجه شدیم که افراد خیلی زیادی هستن که زندگی متغیر و نامعینی رو دارن. به اطراف نگاه میکنن و چیزایی فوق‌العاده‌ای میبینن و میگن بله ما بیشتر از این چیزا میخوایم، ما بهش رأی میدیم، ما از اون چیز با زمانمون و انرژیمون و پولمون حمایت میکنیم. ولی بعد دوباره نگاه میکنن و چیزایی رو میبینن که نمیخوان، چیزایی وحشتناکی که اونا نمیخوان تجربهشون کنن و دوست ندارن ببینن دیگران تجربهش میکنن و بعد میگن ما باید برای خلاص شدن از این چیزا یه کاری بکنیم. ولی اینا نمیدونن که هرچی بیشتر با این ناخواسته ها مقابله میکنن قدرتمندترشون میکنن. در این دنیا ما در برابر فقر میجنگیم و در برابر سرطان، در برابر بارداری زود هنگام، در برابر تروریسم و در برابر خشونت میجنگیم. در برابر تروریسم میجنگیم. یادم که نرفت بگم در برابر تروریسم میجنگیم و تمام این درگیری ها فقط اونا رو زیاد میکنه. برای اینکه شما نمیتونید بگید نه و همه چیزو عقب برونید وقتی دارید فریاد میزنید نه، قانون جاذبه همون چیزا رو سر راهتون قرار میده. با هر چه مقابله کنید ایستادگی میکند. کارل یونگ. دلیل اینکه اون چیزی که باش مقابله میکنید ایستادگی میکنه یعنی که مدام به خودتون میگید وای من از این خوشم نمیاد، این باعث میشه دوباره همون سرتون بیاد. ببینید حرکت‌های ضد جنگ باعث جنگ میشه. حرکت‌های ضد مواد مخدر مواد بیشتری تولید میکنه چون روی چیزی تمرکز میکنیم که نمیخوایم. مردم خواهند گفت خب پس من نباید به اینا فکر کنم، این یه حقیقته. و ما میگیم این مثل این میمونه که بگیم به خاطر اینکه یه نفر اونقدر به چیزی فکر کرده که اونو نمیخواسته تا اون چیز ایجاد شده، حالا منم باید همین کارو بکنم. و ما میگیم که این منطق واقعا غیر قابل قبوله. مادر ترزا نابغه بود، میگفت هرگز سوی راهپیمایی ضد جنگ شرکت نمیکنم. اگه راهپیمایی صلح داشتید خبرام کنید. اون این رازو فهمیده بود. ببینید چه کاری در این دنیا انجام داد. خب پس اگه شما ضد جنگین طرفدار صلح شین. اگه مخالف گرسنگی هستین پشتیبان این باشید که غذای کافی برای خوردن باشه. اگه شما مخالف یه سیاستمدار خاص هستین از رقیبش حمایت کنید. خیلی از اوقات رأی‌گیری‌ها به نفع کسایی به پایان میرسه که مردم واقعا مخالفشون هستن. به این خاطر که اونا دارن تمام انرژی و تمرکز رو دریافت میکنن. شما باید روی چیزی تمرکز کنید که میخواین، نه چیزی که نمیخواین. عیبی نداره که بدونید چه چیزی رو نمیخواید، چون اینطوری میتونید بگید این اون چیزیه که من میخوام، ولی در واقع هر چقدر در مورد چیزی که نمیخوایم صحبت کنیم یا اینکه چقدر بده و بعد بگیم که واقعا چقدر وحشتناکه، با این کار فقط دارید همون چیزو بیشتر میکنید.
خیلی اوقات مردم به من میگن خب جیمز ما باید مطلع باشیم. بله شاید باید مطلع باشیم، اما دیگه نباید از چیزی اشباع بشیم. ساکن موندن رو فرا بگیرید و اینکه بتونید توجهتون رو از اون چیزی که نمیخواین منحرف کنید و از تمام جو احساسی که پیرامون اونو گرفته و توجهتون رو به چیزی معطوف کنید که دوست دارید تجربهش کنید. من همیشه میگم وقتی که صدا و بینش درون شما ژرفتر و واضح‌تر و رساتر بشن از عواملی که در بیرون وجود دارن، شما حاکم زندگیتون شده اید. شما اینجا نیومدید که سعی کنید جهان رو دقیقاً اونجوری که دلتون میخواد تغییر بدید. شما اومدید که دنیایی رو در اطرافتون بسازید که انتخاب میکنید، در عین حالی که اجازه میدید دنیا اونطوری که دیگرانم میخوان وجود داشته باشه. یکی از سوالایی که خیلی از من پرسیده میشه و احتمالاً الانم تو فکر یکی هست، اگه تو فکر خود شما نباشه و اون این فکره که خب اگه همه بیان از این راز استفاده کنن و همه با این جهان مثل یک کاتالوگ برخورد کنن، اون وقت یه دفعه همه چیز تموم نمیشه؟ همه یه دفعه نمیرن سراغش و بانک رو ورشکست کنن؟ چیز خیلی زیبایی که در مورد آموزه های این راز وجود داره اینه که بیشتر از اونی هست که به همه مردم برسه. یه دروغ وجود داره که مثل یه ویروس در ذهن بشریت عمل میکنه و اون دروغ اینه که اونقدر خوبی وجود نداره که به همه برسه. کمبود هست، محدودیت هست و به اندازه کافی نیست. این دروغ مردم رو گرفتار ترس، طمع و خساست کرده و اون افکار ترس، طمع، خساست و کمبود تبدیل به زندگی اونا میشه. پس جهان یه قرص کابوس رو خورده. حالا حقیقت اینه که بیشتر از اون چه بخوایم خوبی هست که تقسیم بشه. بیش از نیازمون ایده های خلاقانه وجود داره، بیش از نیازمون نیرو هست، بیش از نیازمون عشق هست، بیش از نیازمون لذت هست. تمام اینا شروع به ورود به ذهنی میکنه که از ذات بی پایان خودش مطلع. و خب دقیقاً وقتی که ما فکر میکنیم منابع دارن به پایان میرسن، ما منابع جدیدی پیدا میکنیم که به همون چیزا ما رو میرسونه. این که میگیم دچار کم بودیم به این خاطره که بینشمون رو گسترش نمیدیم، چیزایی رو که در اطرافمون هم نمیبینیم. میدونید وقتی که همه شروع به زندگی از روی قلبشون کنن و به دنبال چیزی برن که میخوان، همه به دنبال چیزای یکسانی نخواهند رفت. زیباییش در همینه. همه ما ماشین BMW نمیخوایم، ما همه یه فرد یکسان رو نمیخوایم، ما همه یه تجربه یکسان رو نمیخوایم، ما همه یه جور لباس رو نمیخوایم، ما همه دیگه خودتون بگین چی رو. به اندازه کافی برای همه هست. اگه اینو باور کنید، اگه بتونید اینو ببینید، اگه بتونید طبقش عمل کنید، اون وقت براتون نمایان میشه. این حقیقته. پس بذارید تنوع زندگی شما رو هیجان زده کنه، وقتی که میتونید از بین اون چیزایی که میخواین انتخاب کنید و وقتی چیزی رو میبینید که اونو در زندگیتون میخواین بهش فکر کنید، مکان احساسیش رو پیدا کنید، واردش بشید، در موردش حرف بزنید و بنویسید، مطلبی در موردش بنویسید، با تبدیل شدن به همانند اونو واقعیت خودتون کنید. وقتی که اون چیزایی رو که میبینید در زندگیتون نمیخواین، در موردش حرف نزنید، در موردشون ننویسید، عضو گروهایی نشید که نگران اون چیزان، باهاشون درگیر نشید، سعیتون رو بکنید که بهشون محل نذارید. توجهتون رو از اون چیزایی که نمیخواین منحرف کنین، در حالی که توجهتون رو متمرکز میکنید روی اون چیزایی که واقعا میخواین. بیشتر رهبران گذشته بزرگترین بخش این راز رو از دست دادن که قدرت بخشی و تقسیم اون با دیگرانه. این بهترین دوران در تمام طول تاریخ برای زنده بودنه. این اولین باریه که تا حالا این قدرت رو داشتیم که دانش رو با سرانگشتامون بیاموزیم. وقتی به اطرافمون نگاه میکنیم، حتی به بدن خودمون، چیزی که میبینیم قله یک کوه یخه. یه لحظه به این فکر کنید، دستتون رو بگیرید و بهش نگاه کنید. خب دست شما جامد به نظر میاد، ولی واقعا اینطور نیست. اگر بگذاریدش زیر یک میکروسکوپ مناسب، یک حجم انرژی رو خواهید دید که در حال ارتعاشه. همه چیز دقیقاً از یه چیز یکسان به وجود اومده. میخواد دست شما باشه، میخواد اقیانوس باشه. همه چیز از انرژیه. خب بذارید یکم کمکتون کنم تا بهتر بفهمید. ابتدا جهان هستی و کهکشان ما و بعد درون این بدن اعضای بدن هستن و بعد سلول ها هستن، همینطور مولکولا و بعد نوبت میرسه به اتما، بعدش میرسیم به انرژی. خب پس سطوح زیادی است که بشه در موردشون صحبت کرد، ولی همه چیز در جهان هستی انرژیه. مهم نیست که شما در کدوم شهر زندگی میکنید. شما نیروی کافی رو در بدنتون دارید، نیروی بالقوه‌ای رو که میشه باش تمام اون شهر رو برای حدود یک هفته روشن کرد.
مردم خودشونو با این بدن فانی تعریف میکنن، ولی شما یه بدن فانی نیستید. حتی زیر میکروسکوپ شما یه میدان انرژی هستید. اگه به سراغ یه فیزیکدان کوانتوم برید و بگید چه چیزی دنیا رو میسازه، خواهد گفت انرژی. خب انرژی رو توصیف کنید. میگه انرژی رو هرگز نمیشه به وجود آورد یا نابودش کرد، همیشه بوده و خواهد بود. هر چیزی که تا حالا به وجود اومده برای همیشه وجود خواهد داشت. به یک فرم وارد میشه، درونش قرار میگیره و از اون خارج میشه. بر اساس کتاب مقدس میشه گفت که ما تصویر و شمایلی از خدا هستیم. میتونیم بگیم که ما راه دیگه ای هستیم برای این جهان تا بتونه خودشو درک کنه. میتونیم بگیم که ما منبع بی پایانی هستیم از احتمالات قابل ظهور. همه اینا درست خواهد بود. تمام مکاتب بزرگ به ما گفتن که انسان به شکل منبع آفرینش خلق شده. این به این معنی است که شما قدرت خداگونه‌ای برای عینیت بخشیدن به خواسته هاتون دارید. شاید این کار رو انجام دادید، شاید هم انجام ندادید. سوالی که من ازتون میخوام بهش فکر کنید اینه که نتایجی رو که در زندگیتون گرفتید، آیا اون چیزایی بودن که واقعا میخواستین و آیا اونا شایسته شما هستن؟ اگر اونا شایسته شما نیستن، پس آیا الان فرصت مناسبی برای تغییر اونا نیست؟ چون شما قدرت انجام این کار رو دارید. قدرت تماما از درون ماست و به این خاطر است که تحت کنترل ماست. رابرت سولر. خیلی از مردم احساس میکنن قربانیان و معمولا به گذشته اشاره میکنن، مثل بزرگ شدن با پدر و مادر نامناسب و یا خانواده‌ای اصلا پاشیده. ولی باید بگم روانشناسان عقیده دارن که حدود 85% خانواده ها ناکارآمدن و این یعنی که شما اونقدر هم غیر عادی نیستین. والدین من دائم الخمر بودن. پدرم با من بدرفتاری میکرد. مادرم وقتی 6 سالم بود ازش جدا شد. از سن 13 تا 18 سالگی من درگیر باندای خیابونی بودم. من یه تصادف شدید با موتورسیکلت داشتم. یه زمان من تو دالاس بی خانمان بودم. من 15 سال با فقر تو هیوستون زندگی کردم. وقتی که من بچه بودم در آموختن دچار مشکل بودم و منو غیر قابل آموزش میدونستن و بهم گفته شده بود که هرگز نمیتونم بخونم و بنویسم و ارتباط برقرار کنم. خب این تقریبا یه جوری داستان زندگی همه ماست. خب پس فقط میگیم خب که چی؟ سوال اصلی اینجا اینه که حالا میخواین چی کار کنید؟ حالا چه چیزی رو انتخاب میکنید؟ چون شما هم میتونید همچنان رو همونو تمرکز کنید و هم میتونید رو چیزی که میخواین تمرکز کنید. و هنگامی که مردم شروع به تمرکز روی چیزی میکنن که میخوان، چیزی که نمیخوان از دور خارج میشه و اون بخش گسترش پیدا میکنه و بخش دیگه ناپدید میشه. ما میخوایم شما به جایی برسید که شروع کنید به تفکر آگاهانه، به جایی که افکارتون رو هدفمند هدایت کنید، به جایی که شما آفریننده زندگی خودتون باشید، به خاطر اینکه شما مدیر افکار خودتون هستید. نکته زیبایی که در مورد قانون جاذبه وجود داره اینه که میتونید همون جایی که هستید شروع کنید. میتونید شروع کنید به تفکر واقعی و میتونید درون خودتون شروع کنید به ایجاد نوای احساسی از هم‌آوایی و خوشحالی و قانون به اون پاسخ خواهد داد. خب پس الان دیگه شما باورهای متفاوتی دارید، مانند بیشتر از اونچه که میخوایم تو جهان هست، و یا شما این عقیده رو دارید که همه چیز به سود من خواهد بود، و یا این باور رو دارید که من در حال پیر شدن نیستم، من دارم جوانتر میشم. ما هم میتونیم اونطور که میخوایم خلقش کنیم با استفاده از قانون جاذبه. و میتونید آزاد کنید خودتون رو از عادات ارثیتون، از ناتوانی هایی که تصور میکنید دارید و یک بار برای همیشه ثابت کنید نیرویی که در وجود شماست برتره از هر نیرویی که در این جهانه. بعضیاتون ممکنه فکر کنید خب ایده بسیار خوبیه، ولی من نمیتونم بهش عمل کنم، یا اون نمیذاره من این کارو بکنم، یا اون هرگز به من اجازه این کارو نمیده، یا من که پول کافی برای انجام این کارو ندارم، یا من واسه این کار به اندازه کافی قوی نیستم، یا من اونقدر پولدار نیستم که این کارو بکنم، یا من نیستم. هر یه دونه از این من نیستم و یه آفرینشه. چه فکر کنید که میتوانید و چه نمیتوانید، در هر صورت حق با شماست. هنری فورد. آیا محدودیتی هم براش وجود داره؟ به طور قطع نه. ما موجودات نامحدودی هستیم. ما هیچ سقفی نداریم. قابلیت‌ها، استعدادها، جوهرها و قدرت‌هایی که در ذات هر کدوم از افرادی که روی این کره هستن وجود داره کاملا نامحدوده. تخت سیاهی توی آسمان وجود نداره که خداوند روش قصد و هدف شما و مأموریت شما رو در زندگی نوشته باشه. هیچ تخت سیاهی تو آسمان نیست که بگه من یه مرد خوشتیپ که در نیمه اول قرن 21 میزیسته که 2 نقطه و بعد هم یه جای خالی. میدونید چی میگم؟
و تمام کاری که من باید بکنم برای درک اینه که اینجا چه میکنم، چرا من اینجا. اینطور باشه که اون تخت سیاه رو پیدا کنم و بفهمم که خداوند در واقع چه نقشه‌ای برای من داره. ولی این تخت سیاه وجود نداره. پس مقصد شما اون چیزیه که خودتون انتخاب میکنید. مأموریت شما مأموریتیه که خودتون به خودتون میدید. زندگی شما اونطور خواهد بود که خلقش میکنید و هیچ کس در مورد اون قضاوت نخواهد کرد، نه حالا و نه هرگز. سالهای زیادی طول کشید تا من اینو بفهمم، به این خاطر که من بیشتر با این عقیده بزرگ شدم که میدونید یه چیزی هست که قرار من به انجام برسونم و اگه من اون کارو نکنم اون وقت یه جوری خداوند از من راضی نخواهد بود. میفهمید که وقتی من واقعا فهمیدم که هدف اصلی من احساس و تجربه لذت، اون وقت تازه شروع کردم به انجام تنها اون چیزایی که برای من لذت به همراه داشتن، مثل اون ضرب المثلی که میگه اگه لذت بخش نیست انجامش نده. لذت، عشق، آزادی، خوشحالی، خنده، این اون چیزیه که هست و اگر با 100 نشستن و تفکر کردن شما میتونید اون لذت رو تجربه کنید، خب به خاطر خدا انجامش بدید. اگر با خوردن یه ساندویچ کالباس لذت رو تجربه میکنید، خب همین کار بکنید. وقتی گربه‌مو نوازش میکنم احساس لذت میکنم، وقتی در طبیعت قدم میزنم لذت میبرم. پس میخوام که همواره همین احساسو داشته باشم. وقتی این کارو میکنم در نظر داشتن اون چیزی که من میخوام و اون چیز خودش پدیدار میشه. پس شادی درونی در واقع جوهره موفقیته. هر چیزی که به شما احساس خوبی بده همیشه بیشتر از همونو به طرفتون جذب میکنه. شما که دارید الان به این گوش میدید، این شمایید که اینو به زندگی خودتون کشوندین. این انتخاب شماست. اگه احساس خوبی داشته باشه بگیریدش و به کار ببندینش. اگه حس خوبی نداشته باشه خودتون بهتر میدونین، ولش کنین بره. چیزی پیدا کنید که احساس خوبی داشته باشه، که با قلب شما هم‌آوا باشه. به دنبال خوشی بروید، کائنات درهایی را برایتان خواهد گشود که دیگر دیواری نیست. جوزف کمبل گفت به دنبال خوشی خود بروید. ما فکر میکنیم این بهترین کلماتی هستن که تا حالا شنیدیم اگر بر زبان جاری بشه و اگر کسی بتونه به دنبال خوشی خودش بره، مسیری رو طی خواهد کرد که به فراوانی و خوشبختی در تمام زمینه‌ها منتهی میشه. با ما از زندگی لذت ببرید، برای اینکه زندگی شگفت‌انگیزه، یه سفر خیره کننده است. شما در واقعیتی متفاوت خواهید زیست، یه زندگی متفاوت و مردم به شما نگاه میکنن و خواهند گفت تو چه کار میکنی که من نمیکنم؟ خب تنها چیزی که متفاوته اینه که شما به راز عمل میکنید. اون وقت میتونید کارایی رو انجام بدید که زمانی مردم بهتون میگفتن غیر ممکنه بتونید انجام بدید. ما دیگه واقعا داریم وارد یه عصر جدید میشیم. این عصری که دیگه آخرین مرز فضا نیست همونطوری که تو سریال پیشتازان فضا میگفتن، بلکه آخرین مرز ذهنه. من آینده ای رو با پتانسیل بی حد و مرز میبینم، احتمالات بی حد و مرز. به یاد بیارید که ما حد اکثر 5% پتانسیل ذهن انسان مورد استفاده قرار میدیم. 100% پتانسیل انسانی نتیجه آموزش مناسبه. پس دنیایی رو تصور کنید که مردم از تمام پتانسیل ذهنی و احساسیشون استفاده کنن. میتونیم به هر جایی بریم، میتونیم هر کاری بکنیم، به هر چی میخوایم برسیم. خودتون رو با اون چیزی که آرزو دارید تصور کنید. تمام کتاب‌های مذهبی همینو بهمون میگن. تمام کتاب‌های بزرگ فلسفه، تمام رهبران بزرگ، تمام بزرگمردانی که تاکنون زیستن. به گذشته برید و از حکما بخونید. خیلی از اونا در این برنامه به شما معرفی شدن. همه اونا یک چیز رو درک کردند. اونا راز رو دریافتند. حالا شما اونا فهمیدین و هرچه بیشتر از اون استفاده کنید بیشتر درکش خواهید کرد. ممکنه این احساس بهتون دست بده که ساده تر می بود اگه این حرفا رو در اولین روز تجربه زندگیتون بر روی این سیاره میشنیدید و اگر ما در اولین روز تجربه زندگیتون باهاتون صحبت می کردیم، ما بهتون می گفتیم به سیاره زمین خوش اومدید. چیزی وجود نداره که شما نتونید باشید یا انجام بدید یا داشته باشید. شما آفریننده‌ای شگفت‌انگیز هستید و شما اینجا هستید به خاطر خواستن قدرتمند و ارادی شما که اینجا باشید، پیش برید، در حالی که به چیزهایی میاندیشید که میخواهید، در حالی که تجربه زندگی رو جذب میکنید تا در انتخاب اون چه میخواین کمکتون کنه و هنگامی که انتخاب کردید تنها به اون فکر کنید. بیشتر زمان شما صرف جمع‌آوری اطلاعات خواهد شد. اطلاعاتی که کمکتون میکنه تصمیم بگیرید چه چیزی رو میخواید. ولی کار اصلی شما اینه که تصمیم بگیرید چی میخواید و اون وقت روی اون تمرکز کنید. به خاطر اینکه فقط با تمرکز بر اون چیزی که میخواینه که میتونید اونو جذب کنید. این فرایند خلقته.
من معتقدم که شما فوق‌العاده‌این. یه چیز شگفت‌انگیز در مورد شما وجود داره. بدون توجه به اون چیزی که در زندگی بر شما گذشته، بدون توجه به اینکه خودتون فکر میکنید چقدر جوان یا پیر هستید، لحظه‌ای که شروع کنید به درست فکر کردن، چیزی هست که درون شما قرار داره. یه نیرویی در وجودتونه که از این جهان عظیم‌تره. اون شروع میکنه به پدیدار شدن. زندگی شما رو در بر خواهد گرفت. اطعامتون میکنه، میپوشوندتون، شما رو راهنمایی و محافظت میکنه، جهت میده، موجودیتون رو تقویت میکنه اگه بهش اجازه بدید. و این چیزیه که من ازش مطمئنم.